روز پسری خیلی خورد نماز میخواند و مرد دید که پسرک دعا و گریه دارد. مرد با او گفت برای چی گریه میکنی؟ پسرک گفت طاعت الله میکنم. مرد خندیده گفت آخر تو حال خردسال هستی. پسرک گفت هر وقت مادرم خوراک میپزد اول چوبهای خرد را به داخل آتش میپردایم. میترسم که الله در روز قیامت اول خردها را به آتش سوزان جهنم نپرداید.